خاطره از دوران نوروز، اون زمان دوران جوانی، بچگی، اون زمانی که ایران بودید چیزی یادتون هست بگید؟ چه دوران خوبی، واقعا چه دوران خوبی. بهترین خاطره همیشه عیدی گرفتن. هنگامی که به گفته افسانه ها جمشید آن را بنیان نهاد و از هنگامی که نیاکان ما آن را آراستند، از روزهایی که ایران را ایرانبیج و نوروز را نوروج میگفتند، نوروز همیشه جشن ملی ما بوده و هست. زرتشت‌های قدیم 2000 سال پیش هیچ کدوم گوشت نمی‌خوردن، چون گوشت نمی‌خوردن همشون بیچار بودن، بیشتری هم بودن، میگفتن که ما ماهی رو بهتره که توی سفره هفسین نذاریم. یعنی ماهی نبوده توی سفره هفسین، یعنی هفسین به این شکلی که به این فرمی که الان به خودش گرفته که قدیم نبوده، که فرمش خیلی فرق می‌کنه. یه شعر نوروزی بلدید بخونید در ما؟ به زبان تاجیکی؟ ما وقتی چیز سومانک میکنه میگه که سومانک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما کفچه زنیم. پول میذاشت لای قرآن به ما به عنوان عیدی میداد و بعدم این که بعد این آخری ها دیگه شدی بود بلیت بخت آزمایی. مثلا این یه چیزی که از بخت ها یادم هفسین یا هفشین میچینیم. هفشین ما از شیر، شکر، شینی، شونه، شراب عبارت است و در هفسین ما ماهی نداریم متاسفانه. ما کوزه آب میگذاریم و روی کوزه آب یک سبزه میگذاریم. چهارشنبه سوری با جشن آخرین چهارشنبه سال که سالها در ولایت باغستان هرات و شاید هم در بعض نقاط از ولایات بدخشان رواج دارد، همه ساله برگزار می‌شود. در ولایت هرات نه تنها چهارشنبه سوری یا آخر سال، بلکه اولین چهارشنبه سال را نیز با راه اندازی چهارشنبه سوری و خوشی و سرود به سر می‌برند. چقدر اهمیت میدن به فردوسی یا به بقیه شعرای فارسی زبان و چه برنامه‌های خاصی برای این شعرا انجام میدن؟ شاعر و نویسنده در تاجیکستان یک مقام خیلی خاصی بزرگ دارند و در دوران شوروی هم خیلی خرج زیاد زحمت زیاد داده شد برای اینکه تمام این ارزش‌های خودمون رو نگه داریم و خط روسی هم فردوسی، هم بدیل، هم رومی، هم حافظ، تمام این شاعرای بزرگی، ما میگیم شاعر تاجیک فردوسی، ما میگیم خیام تاجیک است، ما میگیم حافظ تاجیک است. اختلاف بینمون پیش نیاد، خب یادمون باشه همیشه که اینا نه ایرانی بودن و نه تاجیک، بلکه اینا فارس یا پارس بودن. پارس فرهنگی بود بین یک زمانی تا مصر تا حتی پیش رفت، از هندوستان تا مصر و از خلیج فارس تا سیبری در حد. تاجیکستان 150 سال پیش از ایران جدا شد. افغانستان 150 سال پیش از ایران جدا شد. ما همه ایرانی هستیم و دارای یک فرهنگ و دارای یک آیین و اون آیین زرتشتی است. اینو بهتون بگم، زبان شما زبان پارسی زیباست و زبان ما زبان پارسی زیباست. ما بگیم که وقتی روسا ما رو ابتدا کردن، ایرانی ها کوشش نکردن که با تاجیک ها کمک کنن.
می‌خواستم بگم که آقا بس سر حافظ و رودکی و خیام و اینا شد، هنر فکر نمی‌کنم مربوط یه جای خاصی باشه. حافظ یا سعدی به زبان‌های مختلف ترجمه شده، همه جای سردر چیز بین‌الملل شعر سعدیه. به خاطر همین اصلا نباید بحثی کنیم که کی از کجا اومده، زادگاهش هر جا بوده، به یه زبونم اون موقع زبونش نمی‌بوده. تشکر از شما. تشکر از